تا اشتباه مهم که باعث نفرت یک خانم جوان، زن جوان از مرد سن‌بالا میشه. هممون داریم یه عالمه رابطه رو میبینیم توی جامعه که یک خانم جوان با سنی خیلی پایین‌تر از یک مرد باهاش تو رابطه است و اون آقا حالا یا مسنه یا مثلا توی دوره میانسالی قرار داره و با یک خانم جوان در ارتباطه. برامون عجیبه. اولین چیزی که به ذهن هممون میرسه و مطمئنم چراغش الان تو ذهن همه شما روشن شد، این که به خاطر پوله که دنبالشه و نمیتونیم اینو منکر بشیم که اصلا خیلی این تعداد خیلی زیادی از روابط هستن که به خاطر پول دارن شکل میگیرن و خانوم مثلا به خاطر اینکه نیاز مالیش برآورده بشه یا سرگرم بشه وارد اون رابطه هم میشه. همونطور که تعداد خیلی زیادی از روابط هستن که آقا پسر یا آقایون سن بالاتر به خاطر نیاز جنسیشون دارن وارد رابطه با یک خانوم میشن. خب اینو نمیخوایم منکرش بشیم، اما میخوایم توی این ویدیو بررسی بکنیم که آیا صرفاً اون داشتن اون پوله باعث میشه که این رابطه طولانی مدت بشه و این همه تعداد زیاد از روابط وجود داشته باشه یا نه؟ حقیقتی که وجود داره اینه که گفتم با اینکه تعداد خیلی زیادی از رابطه های با تفاوت سنی این اتفاقشون شکل میگیره، ولی بعضی از افراد تمایل ذاتی و درونی دارند. بعضی از خانم ها به مرد سن بالا اعلام میکنن که اون تو سن 40 اون پخته است، من دوست دارم با یه مرد پخته تو رابطه باشم، نه با یک پسری که تازه میخواد خیلی چیزها رو با من یاد بگیره و حتما این جمله ها رو شنیدین. پس نمیتونیم بیایم بگیم که صرفا به خاطر پوله. اما اگر که یک مرد سن بالا توی رابطه با یک دختر جوان قرار میگیره و اشتباهات بزرگی رو انجام میده، اون باعث میشه که اون رابطه خیلی زود کات بشه یا مورد سوء استفاده توسط اون خانم جوان قرار بگیره. اولین نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که خیلی از آقایون مسن‌تر با سن بالاتر وقتی که یک خانم جوان بسیار زیباتر، بسیار لوند توی رابطه باهاشون قرار میگیره و موافق این هستش که باهاشون رابطه برقرار بکنه، خودشون رو دست کم میگیرن. یعنی یادشون میره که اصلا اون خانم به خاطر پختگی من بود که با من وارد رابطه شد، به خاطر اینکه احساس میکرد من حمایتگر از یک مرد جوانم، من قدرت بیشتری دارم و تکیهگاه بهتری هم با هم وارد رابطه شده و انقدر اعتماد به نفسش کمه، نکنه بره این همه پسر خوشگل، این همه پسر جوان، این همه آدم پولدار که توی رابطه ضعیف عمل میکنه و اون بعد حمایتگری خودش رو از دست میده. بعد توی رابطه میاد شروع میکنه به ستایش کردن اون خانوم و خیلی بیش از اندازه بالا بردنش، نه در حد نیاز، و به همه حرفاش گوش کردن، بله قربانگو بودن و به این شکل کم کم خودش رو از چشم اون خانوم میندازه. چون هیچ خانومی روی کره زمین در طولانی مدت جذب یک مرد ضعیف نمیشه. یعنی شاید در نگاه اول برای خیلی از خانم‌ها این جذاب باشه که هر چی میگم به حرفم داره گوش میده، چه بله قربانگوی خوبیه، اما همون مرد در طولانی مدت تبدیل میشه به یک مرد ضعیف و بی‌اعتماد به نفس و کم قدرت در ذهن خانم که دیگه براش جذب جنسی نداره. پس حواستون باشه که اگر با عنوان یک آقا دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، باید شما اعتماد به نفس زیادی داشته باشید. در عین اینکه نیاز اون خانم رو میبینید و برآورده میکنید، نیازهای خودتون رو هم ببینید. بعضی جاها نه بگید، این نه رو قشنگ بگید، محترمانه بگید، با زبان خوش بگید، اما بگید. بعضی جاها مخالفتتون رو اعلام کنید و اون انرژی مردانه خودتون رو این وسط گم نکنید. خب برای اینکه انرژی بگیرم ویدیومو لایک کن لطفاً، برام کامنت بذار، بگو ببینم که آیا شما هم به نظرتون این رابطه ها با تفاوت سنی زیاد عجیب میاد یا نه. اشتباه دوم کاملا در تضاد با اشتباه اوله. خیلی از آقایون حالا چون سن بالاتری دارن، چون پخته ترن و احساس میکنن و همینطور هم هست علم بیشتر، دانش بیشتر، تجربه بیشتری هم نسبت به اون خانم جوان دارن، توی رابطه میاد این رو کاملا به معرض نمایش میذارن. شروع میکنن به نصیحت کردن و راهکار دادن و در واقع توی یک کلام پدری کردن برای اون خانم جوان.
و اون خانم جوان نیومده توی رابطه عاشقانه که یا مثلا رابطه‌ای که قراره منجر به یک ازدواج بشه یا رابطه پایدار بشه، روابط جنسی لذت بخش رو تجربه بکنه و با یه نفر که مثل پدرش هست تو رابطه باشه. اصلا شما تصور کنید اگر خانم هستین حتما بهتر نمی‌دونید مگه اصلا میشه یک خانم با تصور پدرگونه داشتن از یک مرد باهاش رابطه جنسی داشته باشه و رابطه جنسیش با کیفیت باشه؟ اگر اینطور باشه که اصلا اون خانم مریضه. پس یک مرد سن بالا، یک مرد پخته نباید توی رابطه و حتی یک مرد جوان فرقی نمیکنه، نباید توی رابطه بیاد شروع کنه به نصیحت کردن، راهکار دادن، اینجا برو، اونجا نرو، اینو بپوش، اونو نپوش، این دوستت به درد نمیخوره، اون شغلی که داری انتخاب میکنی خوب نیست، ازش بیا بیرون، خودم حمایتت میکنم. و خانم نباید احساس کنه که استقلالش گرفته شده و مثل یک بچه است تو دست اون مرد. این تو خیلی خطای بزرگیه. و مسئله بعدی که مربوط میشه به همون گفتمان اول ویدیومون، اونجایی که بهتون گفتم که بعضی وقتا واقعا پول داره کار میکنه. اما اگر که یک مرد سنبالا آقایی باشه که با پولش داره جلو، یعنی پول داره، امکانات زیاد داره، ویلا داره، خونه داره، ماشین آنچنانی داره، همه اینها، اگر بخواد با پولش فقط کار کنه، بخواد با پولش خانم رو به خودش جذب بکنه، شاید در اول رابطه موفق باشه و در جذب اولیه موفق باشه، اما یا اون رابطه پایدار نمیمونه یا پایدار میمونه چون اون خانم داره کیف میکنه دیگه، هر دقیقه داره گوشی آنچنانی و لباسهای آنچنانی و ماشین و ویلا و همه این امکانات رو دریافت میکنه، ولی توی اون رابطه دیگه احساس برابر نداره و اون دهندگی که باید رو داشته باشه نسبت به اون آقا رو نداره و تبدیل میشه اون آقا به آقایی که کاملا داره ازش سوء استفاده میشه. اون دخترهای آهن پرستی که بارها و بارها همتون توی کامنت ها برام نوشتین، اینجا خیلی اتفاق میفته. اونجایی که مردی که پول زیادی داره سعی میکنه با پولش خانم رو جذب بکنه و اون جذبه این شکلی میشه که تا اون پول نباشه دیگه خانم هم نیست، یا وقتی که اون پول دیگه عادی میشه، نرمال میشه، خانم هم به یه جایی میرسه، اون نیازها شکم برآورده میشه، از اون رابطه خارج میشه و آقا رو به حال خودش باقی میذاره. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین و لطف کنید برام کامنت بذارید، به هم بگید اصلا دوست دارید در مورد این مسئله که پول چقدر مطرحه توی جذب آقایان براتون یه ویدیو بسازم یا نه، چون دیدم تو کامنت ها خیلی مسئله رو مطرح کردین. اگر تعداد زیادیتون توی کامنت ها اینو درخواست بدین حتما یه ویدیو در موردش میسازم. به خدای مهربونی ها میسپارمتون، امیدوارم که روابطتون سرشار از عشق و شادی باشه.